این 5 سیخ کباب کوبیده به همراه این 2 سیخ جوجه به همراه 5 پرس برنج ایرانی فقط 1,280 تخفیف نخورده. قیمتش اینه، ضمانت هم با خودشونه. این یه جوجه با استخونه که یه مرغ کامله همراه با 3 سیخ کوبیده و 3 پرس برنج ایرانی فقط 830 تومن. این 10 سیخ کوبیده به همراه این 5 پرس برنج فقط 1,280,000. تخفیف نداره ها. قیمت اصلیش اینه، کیفیتش هم تضمین شده است. حالا هی بگو غذا اقتصادی فرادپز معرفی نمیکنه. انصافا این قیمت ها رو کجا میبینی؟ اینجا باغچه رستوران نگین شهر که به قیمت های اقتصادیشون معروفه، کیفیتشون هم تضمین شده است. خوراک آخر هفته هم هست، چند تا فضای مختلف داره، هم میز و صندلی هم تخت که بهتون نشون میدم. اینجا فضای تخت و آلاچیق، مهپاش هم که کلا روشنه، آلاچیقا هم همه کولر داره. این سمت هم میز و صندلیاست که مسقفه و مهپاش هم اینجا هست. بیا سر میز غذاها رو بهت نشون بدم چی کشیدن. واسمون کنار غذا میتونی ماست و سالاد و زیتون و مخلفات بگیری. خورشت هم که دارن. بیا نگاه کن ببین چه خورشتی. چلو قیمه و قرمه رو فقط با 195,000 تومان میزنی اینجا. خداییش هم با کیفیته. کیفیتش هم با خودشون تضمین شده است. اینجا اگر راضی نبودی میری بچه تو پس میگیری.